دوستان، امروز 19/8 اونجور که میدونیم 11/8 ورزشمون شروع کردیم تو وزن 90 کیلو و 700 گرم و امروز با رژیم خوردن کالری کم که من برنج با سرکه پخته شده رو انتخاب کردم به اضافه سرکه سیب، آشامیدن سرکه سیب و ورزش کردن. خیلی هم نیست، روزی 300-400 کیلو کالری روی این تردمیل میسوزونم و 3 تا 40 بارم این حرکت شکم رو میزنم که خواستین بعداً براتون میذارم. و امروز 19ام و وزن فعلی من 87 کیلو 100 گرم. تبریک. دومین چیزی که میخواستم بگم و به اشتراک بذارم، واقعا درود بر شرفت آقای پاکروان. این سریال حساس نگاه میکردم، الان تا قسمت 20 نگاه کردم تو 3 روزه. واقعا جالب ساخته، واقعا دیدنیه، واقعا آدم میخواد پاش بشینه. ببینید 3 شب خواب ندارم، نشستم دارم نگاه میکنم. یعنی از سر کار میام پای تلویزیون و ساعت 5 صبح چشمام میزنم هم 7-8 بلند میشم، دوباره دو سه قسمت نگاه میکنم، بعد میرم سر کار، ورزش سر کار. ولی واقعا سریالش قشنگه و به وضوح نشون داده که چی بودن هم این وریا هم اون وریا، چی میخواستن این وریا، چه دل رحمی کردن اون وریا و بارها و بارها به جای اونا تصمیم گرفتم، به جای اونا فحش دادم، به جای اونا تحسین کردم. واقعا که سریال خیلی جالبیه، سریال تستاس، کارگردانی جناب آقای پاکروان. دعوت میکنم از همتون اگر ندیدید حتما ببینید، حتما ببینید. روزتون خوش، تا دیدار بعد.